سلام به عشق خودم. چطوره؟ من دیاربوک هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه‌ها چند روز پیش بوده، یکی دو هفته میشه من اسممو از دراگون تبدیل کردم به دیاربوک که دیگه گفتم بهتون بگم که داشتون اشتباهی نگیرین. خب امروز اومدم با چه چیزی اومدم؟ با هاد بتلم و سنسیویتی بتلم که خیلیاتون درخواست کرده بودین. بدون معطلی بریم سر وقت ویدیو. خب بچه ها اول هادم بهتون نشون میدم. هاد بتلم یه دقیقه بزنم رو هاد بتلم. خب هاد بتل من اینه. این چقدر بزرگه این جویستیکم. خب ولش کن، کاری نداره. هاد بتل من اینه. یه دقیقه سیوش کنم، کدش درست کنم. خب کدش هم بخواین این بالا براتون میذارم. بچه ها یه چیزی هم که هست، به نظر من خودتون هادتون رو پیدا کنین. یا الان من خودم این هادو پیدا کردم واسه خودم. حتما نباید بریم مثلا هادی بروکنی یوتیوبرای معروفی چیزی. به نظر من خودتون انتخاب کنین بهتره. اگرم نمیخواد این هاد منه. خب اینم هادم. بریم برای سنسیویتی. یه پیام بازرگانی ببینین. بچه خدایی سنسیویتی من چیز اوکیه. من خودم 2 سالی از تقریبا ازش استفاده میکنم. میتونید ویدیو بگیرین ازش، آروم آروم استوب کنین، بچینین. آره خلاصه دیگه اینه. خدایش چیز حقیه، خوبه. میبینید دیگه ویدیوهای منو میبینید چه شاتایی میزنم. خدایش سنسیویتی خفنیه. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. اگر هر چیزی که خواستید، هر آموزشی، هر چیزی تو کامنت ها بهم بگین، من ویدیوشو براتون میذارم. خب قبل از هر چیزی لایک و ساب یادتون نره. حتما زنگوله رو فعال کنین که هر موقع ویدیو گذاشتم خبردار شین. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. دمتون گرم. فعلا بای.